با صحنه رقابت میبراید با لباس‌های سفید است حق‌نظر. او در دور اول رقابت‌ها در مقابل حریف جدی قرار گرفت. حق‌نظر نظرов ورزشگر 23 ساله تاجیک که درخشانی او را در رقابت‌های داخل کشور داخل جمهوری دیدیم. فعلا در مقابل گیورگی شیرزاداشویلی هست، یک تن از ورزشگران با مهارت گرجستانی که فعلا در حال اجرای یک اصول بود، ولی این اصول و زر بها گذاری شد. شیرزاداشویلی گیورگی ورزشگر 20 ساله هست. او نیز قدم‌های نخستین خود را می‌گذارد. در گرند اسلم مراتبه اول است که شیرزاداشویلی اشتراک می‌کند، ولی همگان می‌دانیم که جودوی گرجستان است واقعا در منطقه یکی از مکتب‌های با نفوذ را دارد. حق‌نظر نیز در حال اجرا کردن اصول‌ها یا فنون سراپا بسیار خود را خوب وانمود می‌کند. و مخلصان از صحنه برگزاری رقابت‌ها خوب و یک زیدی حمله اینجا ببینید و توانست بالاخره، اما داور خاموش است. داور خاموش است. یک زیدی حمله بسیار خوب را حق‌نظر نظرov به سامان رسانید. شاید نوارهای تدریجی را ببیند. اصول اجرا شد و همون فنون در لحظه اجرا میشد تا همون قسمت آخری رسید این زیدی حمله. ولی چرا داوران خاموش هستند؟ ولی به هر حال در وضعیت گرفتن آن قسمت موافق برای پرتاب کوشش میکند حق‌نظر نظرov. و در همین حال اگر به سمت چپ و به همین ترتیب از سمت چپ و یک زیدی حمله ببینید چی زیبا اجرا شد، اما داوران از خاموشند. دوستان عزیز ببینید دو مراتب اصول اجرا می شود از سوی حق‌نظر نظرov و اینجا شک و تردید داوران از کدام خاطر باشد، ولی چیزی ندادند. و بار دیگر ریز از همان روش معمولی فنون پای از داخل استفاده میکند، موفق نمی شود ورزشگر گرجستان از مسافه دور. و حق‌نظر نظرov که گویم مراتبه اول در این سومین مراتبه است در گرند اسلم اشتراک میکند. حق‌نظر نظرov 2019 در ابودبی، 2020 تنفس به همین خاطر بود. حق‌نظر به رقابت برمیگردد و صحنه یا سالن برگزاری مسابقات که خاموش بود بعضا مخلصان از اینجا تاجیکستان گفته ورزشگران ما را دستگیری میکردند. شیدا به هر دو ورزشگر با سبب وضعیت نادرستی گرفتن و یک اصول زیبایی و چی مطلب ببینید بچه سان اجرا شد ایپان. اما چرا اینجا به گرجستان ایپان دادن؟ شاید اینجا اشتباهی تکنیکی باشد. نه وزری ببینید چی جذابیت داشت. اگر ایپان میدادن به همین پرتاب گمان میکنم هیچ جای شک و تردید هم نمیشد، چون حریف تا لحظه به تخت پشت افزیدن از سوی حق‌نظر کنترل میشد یا اداره میشد و به همین ترتیب در وضعیت گرفتن کمیکات و یک اوچیمت دیگر زیدی حمله ببینید به مورد و به همین ترتیب و نه اما لحظه که یک کمی دیگر به قول نمیرسید و همین رو اگر خوب کنترل میکرد میتوانست این حریف نورس و جوانش را از سد راه بردارد و حق‌نظر به مرحله بعدی برود. در فرم ایدئالی خوب به نظر میرسد حق‌نظر. از لحاظ قدرتی
فیزیکی نسبت به حریفش هیچ کمی ندارد. مراتب دیگر به سمت چپ همان اصول مقبول تکنیک های پای و فنون پای رو بسیار جذاب اجرا کرد. در بخش فنون سراپا حق نظر بسیار خوب ظاهر شد. ببینید دوستان، بعد از چند برگزاری رقابت های سطحی گویم بلند جمهوریوی، یعنی چون مسابقات جمهوریوی در کشور خیلی رشد کردند با توجه دستاندرکاران فدراسیون جودو تاجیکستان، امروز ما هنرنمایی ورزشگران تاجیک را در رقابت‌های جهانی با شکل و صنعت دیگر با یک روش مقبول و با فنون جذاب می‌بینیم. هر یک عملکرد که از سوی حریف صورت می‌گیرد حق نظر ضد حمله‌های جذاب دارد. و ببینید به سمت چپ و دفاع خوب هم کرد از روش حریف وگرنه خطرناک بود. و همین ترتیب دقیقه های معمولی به انجام رسیدند. هر دو ورزشگر با داشتن یک نتیجه برابر هیچ اختلاف بین همدیگر نمیگذارند. هر دو یک کارد زرد جزا و یک وزری دارند، یعنی یک امتیاز ناکامل. و اکنون تقدیر غالب در گلدن سکور در دقیقه های طلایی روشن خواهد شد. دوستان عزیز، ببینیم بچیستان در لحظه های اول وضعیت گرفتن کومیکاتا به سوی و ببینید یک مراتبه دیگر وزری عوضت پون در گلدن سکور با نظر حق نظر امتیاز کامل آورد و به دور دوم رقابت ها را خواهد گرفت. حریف گرجستانی را در مرحله اول از صد راه برداشتن. دوستان عزیز، این هم کارنمایی خوب خواهد بود، چون گرجستانی ها در کوههای آسمانبوس قفقاز نیز تمرین دیدند. از روش های گوناگون گویم یکی از قدرت های جودو به شمار می روند. به همین ترتیب یک رقابت موفقیت آمیز داشت. در دور اول حق نظر و در دور دوم با غالب جفتی از رومانیا و اردن قرار خواهد گرفت. همین رقابتی که فعلا تماشا میکنیم دوستان عزیز، غالب همین جفت در دور دوم با حق نظر رقابت خواهد بود. حق نظر اگر تواند همان فنونه که در دور اول داشت و راه نفس کشی آزاده که داشت، اگر در دور دوم هم ادامه بدهد، پس ما امروز غالبیت او را نیز مشاهده خواهیم کرد.